فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سات بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و السلام علی رسول الله. دوستان، سلامی به وسعت این وادی و به صفا و صمیمیت این فضای زیبا و این صخره‌ها. این صخره‌هایی که یادآور روزهایی از تاریخ اسلام هستند. ما الان در غدیر خم هستیم، درست در مسیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هجرتشون از مکه و به این سو اومدند، از این وادی که غدیر خم باشه رد شدند و به این طرف به ماه احیا و ثنیه مره و نهایتاً به قبا و مدینه تشریف بردند. این وادی حکایت ها داره، حکایت هایی از سال 10 هجری، سال حجة الوداع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومدن اینجا، سالی که پیامبر در جایی از این وادی دست امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو بلند کردند و فرمودند کسی که من دوستش دارم با منو دوست داره، علی رو باید دوست داشته باشه. محبت علی، محبت دست پروردگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی نگاه میکنم تو سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، چیزی که در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی چشم میگیره اینه که پیامبر خدا صحابه‌ش و اون شاگردان اولینشو خیلی خیلی دوست داره. در سختی ها اونا رو پیش قدم میکنه. وقتی که هجرت، کی باید تو هجرت کنار پیامبر باشه؟ ابوبکر، اولین مرد سترگی که ایمان آورد. کی میخواد جانفشانی کنه؟ علی، اون نوجوانی که اولین نوجوان بود که به کاروان توحید پیوست. اینجا میان برخی از صحابه از حضرت علی دلخورند. پیامبر این رو قبول نمیکنه. این علی رو من پرورش دادم، این علی تو خونه من پرورش پیدا کرده، دیگه این علی یک نمادی از صداقت، از راستگویی، از امانته. چطور به خودتون حق میدید که بیایید از علی دلخور بشید؟ علی که باید قدرش رو دونست، قدر اون جهادش رو دونست. چطور میایید به خودت اجازه میدی از ابوبکر بد بگی؟ ابوبکری که این همه جانفشانی در راه حق کرد، همه چیزشو در راه توحید فدا کرد. یه روز یکی از صحابه با حضرت ابوبکر بگوی مگوی میشه، اشتباه هم شاید از ابوبکر بود، اما یک صحابی بیاد از ابوبکر دلخور بشه، این واسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم غیر قابل قبوله. ابوبکری که این جانفشانی ها کرد، اگر هم اشتباه کرد باید از اشتباهش بگذری، باید قدر اون تاریخش رو بدونی. ببینید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، یکی از صحابه میاد یه اشتباه بسیار بسیار بزرگی میکنه. حاتب ابن ابی بلتعه یکی از اسرار بسیار مهم نظامی رو میخواد برسونه به دشمن. این شخص که جبریل میاد این کارشو بربلا میکنه، دستگیر میشه. عمر میاد عصبانی که یا رسول الله این خیلی اشتباه بزرگی کرده، مثل این باید گردنش زده بشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید نه، چه کار میکنی با مشارکت این در بدر؟ کسی که در بدر شرکت کرده خداوند ازش گذشته، هر اشتباهی کنه بازم خداوند ازش گذشته. واسه چی؟ واسه این که خداوند قدر اون جانفشانی ها رو میدونه. در حدیبیه هستیم، شایعه میشه که حضرت عثمان شهید شده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، اون پیامبری که راضی این همه مدت صبر کرده 360 بت در خانه توحید باشه، وقتی که میاد مسئله خون عثمان دست پرورده پیامبر میشه، میاد همه لشکر رو جمع میکنه، با پیامبر پیمان خون میبندن
که باید انتقام عثمان رو بگیریم. پیامبر خدا هم دست خودش رو میذاره تو دستش که این بیعت من با عثمانه. این همه جانفشانی ها در پیش پیامبر خدا ارزش داره، قدر داره. تعجب در اینه که امروز اگر یک استادی، یک عالمی، یک دانشمندی کوچکترین لغزشی ازش صورت گرفت، همه زبانهای 2 متری دراز میشن گردنشو میزنن که فلانی چنین کرد. اون جهادش، اون زحمتهاش کجا رفت؟ قدر دعوتگر، قدر مؤمن، قدر با ایمان رو دونست. و بدتر از این و خیلی زشتر از این اونیه که بعضی از افراد نادان، افرادی که سرشون پر از حماقته، به خودشون میان اجازه میدن که چی؟ که بیان به پیامبر یا به دستبردگان پیامبر، روی صحابه زبان نحسشون رو دراز کنن، روی کسایی که در مکتب نبوت پرورده شدن زبانشون رو دراز کنن. ای توف به همین عقل، چطور به خودت اجازه میدی این افرادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا رو تربیت کرد، این افرادی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم 1400 مؤمن رو دستشو گذاشت تو دستش، اگه خون عثمان بره خون هممون رفته، میایی تو امروز به عثمان بد میگی؟ چطور تو به خودت اجازه میدی پیامبری که میگه در مورد حضرت ابوبکر دعولی اصحابی، یاران منو بگذارید، شما بدبختا هر کاری بکنید چیک میتونی بکنید، اگه یکی از شما بیاد مثل کوه طلا رو در راه خدا انفاق کنه، مثل یه دست یه چیز کوچیکی که ابوبکر انفاق کرده نمیرسه. اون چیزی که ابوبکر داد روزی داد که اسلام نیازش داشت. امروز اسلام به من و تو چی نیازی داره؟ پیامبر وقتی که کسی رو در کنارش میخواست ابوبکر بود. امروز من و تو باشیم و نباشیم ورسه، نه برای دین ما اهمیتی داره نه برای پیامبر خدا. ما بودیم، خودمون رو به خودمون ارزش دادیم. اگه ما در کنار کلام خدا ایستادیم به خودمون ارزش دادیم، نه به کلام الهی. امروز اسلام به کسی نیاز نداره، ما این که به اسلام نیاز داریم. پس اینی که بیایی به خودت همچین جرأتی رو بدی که بیایی به یکی از اون دستپروردگان مکتب نبوت، به اون شاگردان رسول اکرم، به اون افرادی که خداوند بهشون این شرف رو داد که چشماشون سیمای مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو دید، به اونایی که دستشون رو گذاشتن تو دست پیامبر خدا، میایی به اونا بد میگی؟ هی توفو بر همین عقل، توفو بر همین فهم. بیایید یکم همین قدیر خوب نگاه کنیم. این قدیر داره به ما میگه که پیامبر خدا قدر شناسه. ما بیایم قدر شناس باشیم، بیایم درک کنیم که اون جوون مردا، اون راد مردایی که با پیامبر در کنار پیامبر بودند، اینجا رفت و آمد کردند، این سختی ها رو در راه خدا تحمل کردن، در راه خدا خون دادن، جان دادن، مال دادن، همه زندگیشون رو تباه کردن، همه چیزشون رو در راه خدا دادن. بیاید قدر اونا رو بدونیم، نه اینکه اونا به قدر شناسی ما نیاز دارن، نه، ما بیایم خودمون رو به اونا نزدیک کنیم تا از بوی مشک اونا بوی بگیریم. بیایم خودمون رو به اونا نزدیک کنیم تا از ارزشی که در نزد خدا و پیامبرش داشتن ما هم با ارزش بشیم. نه اینکه اگر ما هرچه به اونا بد و بیرا بگیم از جمال و کمال اونا هیچی کم نمیشه، خودمون رو ذلیل و خوار میکنیم. ای دوستان، ای اونایی که این حرف این و اونو گرفتید، ای اونایی که بعضی از مذهب فروشان اومدن گولتون زدند، از این قدیر این درس رو بگیریم. قدیر قدرشناس، قدیری که در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست علی رو بلند کرد، گفت این علیه، این دست پرورده منه، قدرشو بدونید. اونی که منو دوست داره باید علی رو دوست داشته باشه. حب الانصار من الایمان، اونی که منو دوست داره باید انصاری ها رو دوست داشته باشه. اصلا محبت و عشق ورزیدن به انصاریان، به راه انصاریان جزی از ایمانه. مهاجران رو باید دوست داشته باشی، در راه خدا همه چیز دادند. دوست عزیز، بیا به خودمون یه تلنگری بزنیم
بین افکار پوسیده ای که از این و اون به ارث بردیم یه تلنگری بزنیم، بیا قرآن رو باز کنیم ببینیم که چقدر قرآن میگه مهاجرون و انصار والذین اتبعوهم به احسان. بیا از اونایی باشیم که پیروان بر حق اونها بودیم. قول میدید؟ دست در دست من پیش به سوی فهم قرآن و پیش به سوی محبت خدا و محبت رسولش و محبت یاران پیامبر و محبت خاندان پیامبر تا به روز قیامت.